گنج افسانه‌ای شاه کروزوس نمادی از ثروت بیپایان و قدرت عظیم بود. طلای این گنج از رود پاکتولوس به دست می آمد و پس از سقوط امپراتوری لیدیه به دست کوروش بزرگ به ایران منتقل شد. شاه کروزوس که از حدود سال 595 تا 546 پیش از میلاد بر سرزمین لیدیه حکمرانی می کرد، به دلیل ثروت عظیمش شهرت داشت، به طوری که نام او به نمادی از ثروت و شکوه تبدیل شده بود. شاه کروزوس ثروتمندترین پادشاه زمان خود بود و گنج عظیم او در میان یونانیان و دیگر سرزمین‌های باستانی شهرت داشت. این ثروت فقط نشانه ای از تجمل نبود، بلکه نمادی از قدرت سیاسی و برتری اقتصادی به شمار می رفت. طلای به دست آمده از رود پاکتولوس نقش مهمی در تقویت اقتصاد لیدیه داشت و به کروزوس این امکان را میداد که سازه‌های باشکوهی بسازد، ارتشی قدرتمند تشکیل دهد و هدایای گرانبهایی به معابد و پیشگویان اهدا کند. در میان یونانیان باستان کروزوس به دلیل سخاوتش به ویژه هدایایی که به معبد تقدیم می‌کرد در یادها مانده بود. سرنوشت گنج افسانه‌ای شاه کروزوس یا همان گنج لیدیه پس از سقوط امپراتوری لیدیه تغییر کرد. در سال 546 قبل از میلاد ارتش لیدیه در نبردی سرنوشت ساز به دست کوروش بزرگ پادشاه ایران زمین شکست خورد و این امپراتوری سقوط کرد. ثروت عظیم کروزوس به غنیمت گرفته شد و توسط نیروهای ایرانی به ایران منتقل شد. بسیاری از مورخان معتقدند که این گنج برای تأمین هزینه‌های جنگ، ساخت کاخهای باشکوه و تقویت امپراتوری ایران مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که این گنج در طول تاریخ به افسانه بدل شد. تأثیر ثروت کروزوس را میتوان در شکوه طلایی امپراتوری هخامنشیان مشاهده کرد. احتمالاً بخش‌هایی از این گنج ذوب شده و به سکه‌ها، جواهرات و اشیاء تشریفاتی مورد استفاده شاهان و اشراف ایرانی تبدیل شده است. گنج کروزوس در افسانه‌ها و رمز و رازها پنهان مانده بود، اما در قرن 20 یک کشف باستانشناسی بزرگ علاقه دوباره‌ای به این گنج افسانه‌ای ایجاد کرد. در دهه 1960 مجموعه‌ای از آثار باستانی شامل جواهرات طلا، ظروف تشریفاتی و اشیاء ارزشمند دیگر که تصور می شود بخشی از گنج کروزوس باشند در ترکیه کشف شد. متاسفانه بسیاری از این اشیا به طور غیرقانونی غارت و به مجموعه داران خارجی فروخته شد. پس از سالها مبارزه حقوقی، ترکیه در دهه 1990 موفق شد بخش زیادی از گنج لیدیه را پس بگیرد. امروزه این گنجینه ارزشمند در موزه اوشاک نگهداری می شود و به عنوان نمادی از تاریخ لیدیه و میراث جاودان شاه کروزوس به نمایش در آمده است. به نظر شما بزرگترین گنجینه تاریخ مربوط به همین شاه کروزوس بوده یا گنجینه‌های بزرگ دیگری هم در تاریخ جهان وجود داشته است؟